اینجا بندر ماهشهر است، جنوب غربی ایران، یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی کشور. شهری که به نامش افتخار می شود چون قلب تپنده پتروشیمی ایران است. بیش از 25 مجتمع پتروشیمی هر روز میلیون ها تن محصول تولید می کنند. از کود شیمیایی و اتیلن گرفته تا متانول و مواد اولیه صدها صنعت دیگر. اما در این شهر صنعتی هر روز نفس کشیدن سخت‌تر می شود. نه به خاطر گرما، بلکه به خاطر ترکیب پیچیده‌ای از آلاینده‌های شیمیایی در هوا، خاک و حتی آب شرب. مدیران ارشد خوزستان به صراحت میگویند رشد آمار بیماری‌های تنفسی، حساسیتی و حتی افزایش موارد ابتلا به اوتیسم در بندر ماهشهر با فعالیت صنایع در این شهر ارتباط مستقیم دارد. حالا مردم شهرهای مجاور صنایع یک سوال ساده دارند: چه ارگانی مسئول رسیدگی به این آلودگی هاست؟ و مهمتر از آن، اعطای برگ سبز و نشان پاکی به صنایع آلاینده دقیقاً چه معنایی دارد؟ تبصره که ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد که پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی ذاتاً آلاینده‌اند و باید عوارض آلایندگی را بپردازند. اما همین تبصره یک استثناء هم دارد. اگر سازمان محیط زیست رسما اعلام کند که یک واحد از وضعیت آلایندگی خارج شده، آن واحد میتواند از پرداخت عوارض معاف شود. در تئوری این استثناء برای تشویق صنایع به کاهش آلودگی طراحی شده است. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا مردم بندر ماهشهر کاهش آلودگی را حس کردند؟ آیا کیفیت آب، خاک یا هوا بهتر شده است؟ آیا بیماری‌ها میان شهروندان کم شده است؟ آمارها چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. مردم میگویند محیط زیست با اهدای برگ سبز به صنایع صراحتاً به آنان میگوید دیگر نیازی نیست خسارت وارد شده به سلامت مردم را پرداخت کنید. گفته می شود تنها 8 پتروشیمی از 25 پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر عوارض آلایندگی را پرداخت می کنند و باقی در سکوت کامل آلودگی را به خورد مردم شهر می دهند. حالا در همین شرایط سازمان محیط زیست مجوز اجرای فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر را صادر کرده است. مجوزی که به گفته مسئولان با ارزیابی کامل زیست محیطی صادر شده است. صدور بی‌رویه برگه‌های سبز حالا به نقطه‌ای رسیده که اعتماد عمومی به سازمان محیط زیست را به طور جدی زیر سوال برده است. آیا سازمانی که نتوانسته از مردم در برابر آلاینده‌ها دفاع کند، می‌تواند توسعه‌ای پایدار، ایمن و انسانی را تضمین کند؟ سوالی که نه با بیانیه بلکه با صداقت، شفافیت و اجرای واقعی قانون باید پاسخ داده شود.